سلام بچه‌ها، اینطور نمیشه گردنه خوش اومد به کانال من تدمان. اینجا کانال منه. خب منطقیش همینه دیگه. امروز اومدیم با اینا موزن تلفنی یه دوستیه به اسم فاتی شارژی. فاتی واقعا عالی. حالا برش کن، ببینی خیلی وایسو، میخوای ببینی بشنوی خیلی بهتره. من غلامم. جانم فاتی. خیلی خوب. انتقال بدی از شغل گوشی خود زنگ نزنید 200 انتقال بدی؟ خیلی قانه بوده. 200 تومن انتقال بدید خود زنگ نزنید. 200 تومن انتقال دادم؟ آره. الان نمیتونم ولی میتونم تا یه ساعت دیگه بفرستم فاتی. چه سالیه مگه 200 تومن؟ خیلی دوست دارم. بنده خدا میگه فاتی خیلی دوست دارم. بگشه ببینه 300 تومن 200 تومن انتقال بدی. باشه. میخوای چیکار؟ خب باید هم بزنم. خب اسمس بدم. میگم چند شارژ داری؟ چند شارژ؟ نمیدونم چنده. فکر کنم 300 تومنه. خب 300 تومنه. خب برام 200 تومن انتقال بده. الان قصد میکنم برام پیام بده. باشه؟ نه فاتی قد نکن، من صدا تو معتادم. 300 داره 200 شو میگه انتقال بده. آره عاشق. صدای تو معتاده. شارژ بخرم. بخری برام؟ آره. ایرانسل بخری؟ آره 3000 تومان ایرانسل بخری؟ خب برو بخر برام. خب میگم شاید اشتباه نداری. ولی به ما اشتباه بدی به من دیگه باید هم نمیزنم. فاتی شارژ اشتباه نفرستی. خیلی تو خوبی. من خوبم؟ آره مهربونی. میگم نه نگو. حرف دارم برات میزنم. بزن حرف بزن برام. حرف دارم برات میزنم. فاتی گوسفنده ننه جاسم خوبه؟ کی؟ گوسفنده ننه جاسم فاتی خوبه. خیلی دیوسه. سلام دارم. خوبه. فاتی میدونی چیه؟ آره. تو قهرمان چیز شدی، بانک ملی صادرات. قهرمان بانک ملی صادرات چه؟ فاتی میگم بازم بوش جسته میخوایی برام بخری شارژ الان بدی بخری؟ آره تو باسه اما سم من تو شارژ میخرم فاتی. فاتی بر بوس فاتی از اون نوع وحشی. فاتی بوس بفرست. چی نوع بفرست؟ وحشی خیلی داغ. آقا چه نوع وحشی خیلی داغش به نوع عادیش یکی بود. بوس وحشی چجوری میشه؟ الو فاتی. الو فاتی چیه؟ صدای بوز در برام. خب میگم برو بخر برام ایرانسل بخری یا پیام بده. باشه؟ صدای بوز در نمیاری؟ چه؟ یه صدای باسم در رو بخر. به خودش را چه بوسی بود؟ صدای ماشین در رو فاتی بچه ها. میگم الان میخوام شام بخورم الان نمیشه. میگم برو برام بخر. خب من بعدم شامم خوردم. خب بعدم به شاجرا خریدی برام پیام دادی من خودم به زنگ میزنم باهات حرف میزنم. باشه فاتی بوس چند میخری؟ یه بوس برام بفرست. یه بوس بفرست. بوس کنم؟ آره بوس کن. خیلی خوب بوس میکنه فاتی. باشه واسه شاد میفرستم فاتی. میگم من الان میخوام شام بخورم. خب من تا یه ساعت منتظر نشستم. خب شامم خوردم. پیام از برام آمد. خوب اگه پیام نیومد
خب اگه اومد خب شارژر رو برام اومد خب اگه نیومد دیگه خب حرف نمیزنیم. فهمیدی؟ اگه پیام برای من اومد خوب، اگه نیومد خوب، اگه خوب خوب باشه خوب. خوب. من دوست دارم اگه پسر خوبی هستی خب اگه دروغ نمیگی فاطی من بچه خیلی پیام دادی ببینم درسته خب اگه درست نبود خب خوب. بعدا یه کارش میکنم. خب پسر خوبی هستی میدونم شارژ برام میخری. داره خرش میکنه شارژ. برو بخر. من میخوام الان شام بخورم نمیشه صحبت شام چی میخوای بخوری؟ میگم خانوادم نمیذاره صحبت کنم. شام چی میخوای بخوری فاطی؟ خب میگم چلو شام چی دارید؟ مرغ. چلو مرغ؟ آره. خوش به حالت ما نداریم، ما تخم مرغ داریم. خب ما یه شب تخم مرغ داریم، یه شب گوشت داریم، یه شب برنج داریم، یه شب نه خدا این یه تیکش همدردی کرد تو بچه. ولی فقط اون یه تیکش که میگه میدونم تو پسر خوبی هستی شارژا میفرستی. برنج خورش داریم، یه شب خورش فاطی چند سالته؟ چیه؟ چند سالته؟ خب 28. نه بابا واقعا رو میگی؟ 28 سالته تو رو مولا دنبال شوهر شارژی. نه عزیزم. واقعا عزیزم فاطی من غلامم. چرا میخندی؟ چرا اونا میخندن؟ کی میخندی؟ نه اونا دارم فیلم میبینم فاطی، من دارم با تو صحبت میکنم. میگم فاطی من غلامم. الان گوشیم میخوام بزنم تو شارژ برقی نداره. باش خوش میشه بزنم تو شارژ تلفن رو گازم منو مسخره میکنی؟ نه فاطی شارژ آبم بده. خب شارژ آبم میدم. خب آفرین شارژ همه رو بده، مالیات میده دولت همه نجات ما یارانه کنه فاطی. چیه یارانه بدم؟ آره یارانه میدن. نه الان 4 سال 2 تا 4 سال گذشت 8 سال الان 2 سال نشد و 10 سال پیشه پاو دولت امن نجات یارانه میده. پشمم نمیارزه. میخوام برای تو شارژ بخرم یارانه میشه. میگم حالا یارانه داری؟ فاطی رایانه داری؟ یارانه نه یارانه. یارانه؟ نه یارانه یارانه؟ خب یارانه میگم فاطی. میدونم. خب یه هفته دیگه میدن؟ من بچه تهرانم فاطی، میخوام بیام خواستگاری. یه خواستگاری من؟ آره از اینجا دلیم. برگشته میگه فاطی من بچه تهرانم میخوام بیام خواستگاری. میگه می خواستگاری من عزیز دلم ای؟ شام کردی؟ خب شما تو کرد شما تو کن برو کردن فاطی چیه؟ الان چی پوشیدی تو خونتون؟ چیه؟ الان لباسون چیه فاطی؟ اون موقع هم از اینا میپرسیدن الان چی تنت بیبی؟ چی تنته؟ لباسم؟ آره شلوار دارم. خب نه شلوار دارم، منچه دارم. نه الان چی پوشیدی فاطی؟ الان چی پوشیدم؟ آره شلوار دامن پوشیدم. شلوار دامن؟ فاطی فشیون جدیده کرمانشاهه؟ آره دلم برای فاطی سو. فاطی میگم مال کرمانشاه شیشش لباساش قشنگی خریدم. لباساش فاطی مطمئنی 28 سالته؟ آره 8 سالت نیست؟ 28. آها 20. 28 آره فاطی من 32 سالمه. خوبه؟ من 32 سالمه فاطی. خب ایمی نداره. خوبی میتونیم با هم ازدواج کنیم؟ خب حالا ببینیم چی میشه. خب حالا ببینم چی بیام خواستگاری فاطی. قیافت چجوریه؟ قیافش هم نه 10 سال پیشه.
من یه دختر خب چیز میگم تو قیافت چجوریه فاتی بگو شبا ساعت چند میخوادم اگه گفتی؟ 10 میخوادی ساعت 9 10 میخوادم میری میزمانی اگه گفتی اگه بری میزمانی خب اگه نریم نمیریم خب یک فاتی میری فاتی چیه؟ میگم خانواده امشب مهمان داریم؟ میری فاتی میری مهمانی؟ نه مهمان برای ما آمده الان مهمان آمده؟ آره فاتی باید قهرم چرا؟ بخاطر اینکه برای تو مهمان آمده نه شاید بیان دیگه نمیان برای همیشه نه نمیخوام فاتی اونا پسر دارن تو باشون چیز میکنی باشون چیز میکنم رابطه جنسی برقرار میکنی چی فاتی؟ من الان خودم میرم یه اتاق دیگه غذا میخورم آخه فاتی خیلی باشه دیگه به من خب به من نمی‌ذاری دیگه من الان گوشیم خاموش میکنم چرا فاتی؟ خب برو بخر شارگرا خب باشه میرم میخرم خب میگم کار نداری؟ نه کار ندارم من نداره خب نه پیام شده باشه اوکی 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 میگم شارگر اوکی یعنی پیام اوکی یعنی پیام همین به بعد کامنت بذارید اوکی یعنی پیام اوکی گفتم میگی اوکی اوکی یعنی چیه؟ هی اوکی نزد یعنی شارژه اوکی چیه؟ یعنی اوکی شارژه آره اوکی اوکی خب برو بخر دیگه اوکی بخر دیگه اوکی خدا اوکی چیه دیگه خب؟ کاری نداری فاتی؟ نه خدا بنده خدا فاتی فکر کنم هنوزم منتظر اون 200 28 سالش بود واقعا. خب گایز همتون گرم که این ویدیو رو دیدید من تدمام اینجا چنلمه لایکم میکنید کامنتم بذارید که ویدیومون بیشتر دیده شه سابتونم نپره سابم کنید که کامنتاتون نپره کنن ببین هم کامنت بذارید هم ساب کنید هم